الله متعال در مورد احکام مسائل زن و مرد مساوات را رعایت نکرده، بلکه اعتدال را رعایت کرده، عدالت را رعایت کرده. در اسلام در بین زن و مرد ما ادعایی را نداریم که زن و مرد با هم مساوی باشند، چون ما خیلی زنهای را داریم که به مراتب جایگاهشان از مردها بالاست. تمام مردای همین دنیا را جمع بکنیم به خاک پای ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها نمیرسد. تمام ایمان ما را جمع بکنیم به ایمان خدیجه الکبری رضی الله عنها نمیرسد. جایگاهی که اونها از آن خود کردن ما سالها زحمت بکشیم نمیتونیم به خاک پای اونها برسیم. پس در اسلام مساوات نیست، اعتدال هست. حقوقی که الله متعال بر زنها و مردها تقسیم کرده بر اساس اعتدال و عدالت است، نه بر اساس مساوات. ما نمیتونیم بگیم که اسلام، ادعای این را هم نمیتونیم بکنیم که اسلام مساوات آورده. اسلام مساوات نیاورده، اعتدال آورده، عدالت آورده. در حق زن در گذشته ظلم میشد، اما الله متعال برش ارزش و جایگاه داد. از اون طرف اگر مردی که ارزش و جایگاهی در اسلام نداشته باشد قبول نیست، چون در دین ما معیار و ملاک برتری تقوا و عبادت است. ان اکرمکم عند الله اتقاکم و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. هدف از انگیزه و آفرینش انسانی عبادت است، نه اینکه مال و ثروت داشته باشد، نه اینکه مرد باشد یا زن باشد. پس مساوات در اسلام نیست، اعتدال هست در اسلام، عدالت هست.